سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. این بار اومدیم یه جای قشنگ و دیدنی رو بهتون نشون بدیم. حاضرید منظره رو نگاه کنید دوستان عزیز؟ یه منظره جذاب و بکر و دیدنی از سد بند ارومیه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چقدر اینجا قشنگ و دیدنیه. ماشاءالله ماشاءالله. چه بادی میاد امروز. سد نگاه، خیلی قشنگ و دیدنیه دوستان عزیز. عالیه، یعنی عالی. ماشاءالله. چه هوای امروز. کوهارم یه نگاه بندازید. ماشاءالله منظره رو نگاه. اون ابرم که اصلا یه جوری افتاده که اصلا آدم نگاهش تا میفته بهش دلش میره. بله ماشاءالله منظره خیلی قشنگ و دیدنیه. چه بادی میاد امروز، ولی هوا خیلی قشنگه دوستان عزیز. هوا خوبه. اینجا روستای قشلاق ترزلو، یه روستای قشنگ در دل کوه با جمعیت 1000 نفر. چه منظره قشنگی دوستان عزیز. ماشاءالله ماشاءالله. اینم آب بند برای ذخیره آب دوستان عزیز. اصلا آدم طبیعتش رو میبینه حال و هواش عوض میشه دوستان عزیز. طبیعتی زیبا. چقدر اینجا قشنگ دوستان عزیز. جاتون خالی. دوستان اگه دوست داشتید خواهشاً یه لایک بکوبید، قربون مرامتون. یه لایک بزنید. مرسی. چه آببند قشنگی دوستان عزیز. بریم بالای آببند بیستیم، یه ویو قشنگ بگیریم از این نما، از بالای آببند. اینم که مشاهده میکنید روستای زیبای قشلاق. اومدیم این بالا دوستان عزیز فقط به عشق خودتون. دوستان اگه دوست داشتید یه لایک بکوبید. مرسی. کامنت هم بذارید و نظر بدید، قربون مرامتون. چه منظره زیبایی از این بالا مشاهده میکنید. درختان هم که تازه شکوفه دادن. اصلا منظره تازه داره رونمایی میکنه. طبیعت داره زنده میشه. طبیعت دوستان عزیز. بریم از این بالا.
از این بالا که مشاهده میکنید چه زیبا دیده میشه دوستان عزیز. خیلی قشنگ و جذاب و زیبا دیده میشه. خیلی قشنگ و جذاب دوستان عزیز. واقعا آدم روحش زنده میشه دوستان. جاتون خالی، واقعا جاتون خالی. چه شکوفه هایی، ماشاءالله. منظره قشنگ و آرامشی بی‌نظیر در دل طبیعت. جاتون خالی دوستان عزیز، واقعا جاتون خالی. یه جای قشنگ و دیدنی. چه شکوفه هایی، ماشاءالله. اینا درخت سیب دوستان عزیز. طبیعتی زیبا و آرامشی بی‌نظیر. خیلی عالی. جاتون خالی دوستان عزیز. طبیعتی زیبا و آرامشی بی‌نظیر دوستان عزیز. اینجا ارومیه. طبیعت زیبای ارومیه خیلی دیدنی و جذاب دوستان عزیز. اگه دوست داشتید حتما یه سر به ارومیه بزنید.
چقدر اینجا قشنگه دوستان عزیز، چه منظره زیبایی. اینجا پارک تخم مرغی ارومیه دوستان عزیز، پارک زیبای تخم مرغی ارومیه. هواش که بی‌نظیر دوستان عزیز، خیلی عالی و بی‌نظیر. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه دوستان عزیز. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. تا این ویدیوی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. دوستان اگه دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو یا لایو گذاشتیم یا اومدیم بازی یا اینجوری ویدیو گذاشتیم حتما بیایید و ما رو حمایت کنید. مرسی از اینکه با ما همراه و همقدم میشید. قربون مرامتون. مرسی از اینکه با ما هستید. دوستان اگه دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. مرسی، قربون مرامتون. فعلا بدرود.